Assalomu alaykum do'stlar aziz. Nega masala geometriya hal میکنیم. Mega بلندی گذارنیم ای قلای A به طرف A از قلای B به طرف AC از قلای C به طرف AB و این بلندی رو با H یا H به H3 اشاره کنیم. اثبات کردن در کار که یک تقسیم رادیوسی که دادرنی همی سکنجا اگر اکروژن سکشه رادیوسی هم برابر همیه. دوستان عزیز اثبات این مسئله به نگاه دوستانه اگر یک سب بدانیم که مثلا ما سکنجا داریم قاعده مساحت سکنجا یعنی اگر اش آ باشه اشیا معناش که بلندی به طرفی آوردگی مساحت هم سکنجا برابر با اشیا ضرب آ تقسیم دو. اینجا معلوم میشه که اشیا برابر میشه دیس تقسیم آ. این مسئله را چه اثبات میکنیم؟ همه ما میدونیم که لبای رسکنجا را مساحتش آ ضرب ب کن. اگر دو تقسیم کنیم این چی میشه؟ سکنجای رسکنجا میشه و ب تقسیم دو میشه. یعنی که مساحت سکنجای رسکنجا از ب تقسیم ده. این سکنجا دا وقتی که بلندی خمونده ای امی نقطه که بلندی میرسه ای طرفش x میگیریم ای طرفش a minus x میشه. اینجا سکنجای رسکنجا را اثبات کردیم که a ضرب b بوده. значит مساحتی میشه h ضرب x تقسیم ده جمع h ضرب a minus x تقسیم ده. اینجا برابر شد h تقسیم ده. اثبات کردیم. اگه دوستان عزیز ما значит h b من برابر میشه ds تقسیم b h c باشه ds تقسیم c یک تقسیم r برابر شد یک تقسیم h آمون میشه a تقسیم ds جمع b تقسیم ds جمع c تقسیم ds. اینجا برابر شد a جمع b جمع c تقسیم d ضرب s برابر نیم پریمتر تقسیم s. ما میدونیم که رادیوسی درون کشیده شده برابر با s تقسیم p. که اینا چه اثبات میکنیم؟ اثباتیش هم مثلا ما سکنجا داشته باشیم تا درونش دوره بکشیم ما میدونیم که رادیوس دوره بگذاریم برای که این دوره در طرفی همی آ گیریم. اگر طرف آ در کسات میکنیم برای 90 میشه. یعنی که مساحتی همی سکنجا مثلا ما به او سی گیریم ویسی به او سی من برابر آ ضرب ر تقسیم دو. دیگراش هم خیلی برای می اس سکنجا برابر میشه آ ضرب ر تقسیم دو جمع ب ضرب ر تقسیم دو جمع س ضرب ر تقسیم دو. اینجا برابر میشه نیم پریمتر ضرب ر برابر s تقسیم نیم پریمتر. دوستان عزیز لایک موندن فراموش نکنین. اگر یگان سوال داشته باشین نویسین چه موضوعی دا که شما را مقوله
هم ویدیو کارلانیم نویسین انشالله که ما در خدمت. سلام علیکم.